سلام به همه دوستان. امروز اومدیم با یک ولاگ متفاوت و جذاب و باحال. امروز اومدیم یه ولاگ بگیریم که توی این ولاگ میخوایم بریم به تیچه‌بون تو قزوین و اونجا کمپ کنیم با کمپر و یه ولاگ خیلی خیلی خفن میشه. الانم اینجا من دارم وسایلا رو جمع میکنم و دوربین رو میذارم که بریم و این ولاگ خفنم با هم بگیریم. تا آخر این ویدیو با من باشید که قراره اتفاقای خفنی بیفته. خب دوستان رسیدیم به پارکینگ و همونطور که میبینید ماشین بسیار کثیف ما اینجاست. بریم که یه سفر بسیار خفن داشته باشیم با این کمپر. Let's go. خب دوستان همونطور که دیدید ماشین کلی کثیف بود ولی الان کارواش داره میشوره. خیلی هم عالی. خب شستنش هم تموم شد، رفت برای خوش شدن تا آماده بشه و بریم. خب من یه دونه نشونه کلی هم از این تو بدم. یه گازه اینجا، سینکه، چون توالته، جا خواب 2 نفر، کمد و اینجا یه دونه مبله که این تخت میشه. اونجا هم که نمای جلویی ماشین خیلی مفصل و کوتاه توضیح دادم و اینم یه دونه تلویزیون. و این دوتا ماشین هم ماشین همسفران، این سفیده و اون مشکی جلو. خیلی هم عالی. خب دوستان همونطور که میبینید 3 تا ماشین کنار هم پارک شدیم و بخوابیم امروز توی این مجتمع تا فردا. خب سلام دوستان، ما اینجا وایسادیم برای خرید و اینجا برای خرید وایسادیم تا خریدو کنیم و بعدش هم راه بیفتیم و بریم به سمت مقصد. Let's go. خب دوستان همونطور که مشاهده میفرمایید میبینید که 2-3 تا ماشین دیگه بهمون اضافه شد. یه دونه اون قرمزه، یه دونه مشکی و یه دونه اون سفید. الانم برای گرفتن ماهی اینجا وایسادیم. خیلی هم قشنگ و یک نمایی داریم ما از همه ماشینا. و 4 تا 150 و یک فولکس واگن و یک بنز قدیمی. حتما تا ادامه این ویدیو با من باشید که دوستان همونطور که میبینید این پایین رودخونه است برای گرفتن ماهی و یک پرورش ماهی اینجا هست. خب دوستان همونجوری که میبینید رسیدیم با یه ویدیو قشنگ تا ماشینا رو چیندیم و داریم وسایل رو میچینیم تا کمپ کنیم. خب سلام دوستان، اینقدر که بیرون سرده ما همه اومدیم تو ماشینامون نشستیم و اونجا هم یه عکس اسب میبینید، خیلی هم زیبا. خب دوستان اینقدر هوا سرده
و ما هم همش توی ماشین بودیم. من تصمیم گرفتم بیام و بدوم بلکه گرم شم و یه ویدیو هم با هم بگیریم. لیتس گو. دوستان اونورم رو اسبه، خیلی خفنه. اونورم یه ویورل داریم ولی حیف که سره، ولی من هم دیوونگی اومدم بیرون بدو. میبینمتون. واقعا سرد خیلی خوب. وای خیلی سرد. دیگه نمیتونم خدا بگیری. سلام، صبحتون بخیر. چقدر من طبیعی بیدار شدم. میکروفون دیشب زده بودم به پتون و این دوربینم گذاشته بودم که این ساعت صبح بیدار شد و بگم به شما صبح بخیر. الان صبح شده. یه قشنگی رو میبینید، اسب‌ها هم هستن اونجا، خیلی هم زیبا. خب دوستان، من آمدم بیرون. هنوز هیچکی از خواب بیدار نشده از این جمع، ولی اینم بیدار شدم و این اسبا رو بستن همونطور که میبینید، با زنجیر بستن و همیشه همینجا نیست تا پشت سر هم و خیلی هم ابرها اینجا قشنگه شدن. بله اونورم ویوی کوه ها رو داریم که اونورم خیلی قشنگه و آره خب دوستان، الان باید بساط صبحونه رو بچینیم، صبحونه رو بخوریم و بعد از صبحونه ببینیم برنامه چیه. دیروزم اینجا موتور کراس اومده بود که از اون تپه میره بالا، خیلی هم جالب. فعلا خب دوستان، ما دیگه داریم جمع میکنیم و بریم یه جای دیگه، چون اینجا خیلی باد میاد و سرده و با این ویو و ابرا خداحافظی میکنیم تا بریم حالا یه ذره جلوتر ببینیم چی قراره اتفاق بیفتد. خب سلام دوستان، ما راه افتادیم بریم به سمت بالا و همونطور که میبینید اینجاییم و ابرها رو میبینید و اونورم الان دشت ها رو نشون میدم. خب دوستان،
اون ابرا رو میبینید با اون کوههای بسیار زیبا و بقیه همسفران هم که اون جلو هستن مشاهده میفرمایید. و اینم آبشار خیلی قشنگ. ما دوباره در ادامه راهیم و همسفرامون هم که میبینید پشتمونن، ولی دوباره مه شد. دوستان بالاخره وایسادیم یکم اینجا تا هندونه بخوریم. خیلی هوا سرده ولی خواهیم هندونه بخوریم. یک دو چرا هندونه؟ چون که واقعا الان تو هوا. خب دوستان بالاخره بعد از چند ساعت راه رفتن رسیدیم به یک جای قشنگ که اینجاست و یه آبشار هم از اون دور میتونیم ببینیم که خیلی هم قشنگه و الان هم احتمالاً داریم میریم به سمت تونکابون، دریا و ساحل. البته احتمالیه ولی خب دوستان ما راه افتادیم که بریم که این مکان بسیار زیبا رو ترک کنیم و منم در این قسمت میبینید که یادم رفت میکروفون رو بگیرم. امیدوارم که صدام بد نیومده باشه و الان میخوام برم از بیرون ماشین هم فیلم بگیرم. خب دوستان ما الان راه افتادیم و منو اینجا میبینید و همسفران دیگه را هم میبینید. و بالاخره بعد از کلی مدت وایسادیم بغل یه رودخونه بسیار زیبا و الان معلوم نیست هنوز بریم دریا یا نه، ولی احتمال نرفتن به دریا هم هست. الان ما بعد دیشب که بهتون نشون دادم وایسادیم اونجا خوابیدیم، ولی الان که صبح شده راه افتادیم و میخوایم بریم یه جا صبحونه بخوریم و تا ادامه ویدیو با من باشیم. خب ما الان یه جا برای صبحونه وایسادیم و صبحونه رو بخوریم و بریم برای ادامه راه تا برسیم به تهران. خب دوستان من بعد از کلی مدت بالاخره رسیدم به خونه و این ویدیو هم بالاخره تموم شد. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.